در اون وقت مسلمان ها از طرف کی امتحان میشد؟ یهود، نصارا، منافقین، مشرکین. گپای بد گفته میرفتن. در مجامع بودن و ندیدی گاهی میگفتن الله فقیر است، از ما را سود منو میکنه، سود میخواه. همین گپا نه، کلش ضرر و تکلیف بود. در جهاد که میرفتن مال خدا نه، جان خدا نه دست میدادن، زخم مال خدا نه دست میدادن. مصیبت ها، فقر میامد، از کافرها چیزای بد هم میشنیدن. حال ما شما از کی میشنویم؟ حال از کافر که از مسلمان زیاد میشنویم. نه حالا پس تاپکده میره، گاهی میگه موابیست، گاهی میگه پنجابیست، گاهی میگه پاکستانیست، گاهی میگه فلانیست. اینم تو گپ است، نه گفته میره. گاهی میگه تاریک است، گاهی میگه تو، گاهی میگه بی مذهب است، هیچ مذهب قبول نداره. توبه. میگنی ما چیق میزنیم که کل مذاهب قبول داریم. میگنی حالا اگه مرا میگی خیلی ما قبول دارم، کی را میگی که قبول نداره؟ کل مذاهب، تو یک مذهب قبول داری دیگه شنی ما هر چهارش قبول داریم. تو با دروغ میگی ما در 4 مذهب مسلمان است، با یک مذهب دیگه که بیا با مذهب خود عمل کنه و را زده از مسجد میکشی.